اینم پیرو ویدیوی قبلیه. نگاه کنین، نمیکنن، صبر میکنن تا چند سالی باشه این زمین از حالت کشاورزی در بیاد، از اون حالتی که حاصل خیز بوده در بیاد و شروع کنن به ساخت و ساز. نگاه کنید اینا همشون قبلا زمین کشاورزی بودن. ولی اینجایی که من راه میرم اینجا زمین کشاورزی بوده، درختای زیادی توش بوده، ولی اومدن این زمین چندین سال همینجوری خوابوندن واسه این که بتونن بعدها بگن آقا این زمین کشاورزی نیست و ما مسکونیش کرده بودیم. بعدم میان با یه قیمت مثلا چند صد هزار تومان یا چند میلیون تومان به شهرداری و امثال اونا میدن که بتونن کاربری مسکونی بگیرن براش. سند مادر دارن این همه خب، ولی کاربری مسکونی میگیرن براشون با جواز و بنچاق میسازن، یه فنس کشی دیوار کشی انجام میدن، بعدن میان میرن دنبال کاراشو این زمینو میفروشن. نگاه کنید اینجا این جوب آب بوده، خب کاملا همش درختاشو دارن از بین میبرن، درختها رو از بین میبرن که بتونن اینجا ببینید دیوار کشی ها رو میبینید، این همه دیوار کشیه. اصلا اینجا چیزی به عنوان زمین مسکونی نبوده کاملا. این همه درخت است، میبینید ریشه ها رو قطع کردن، میبینید پای درخت ها رو سوزوندن. فقط واسه این که بتونن جواز و مجوز کاربری بگیرن. از کلیه دوستان آشنا کسایی که میتونن برای طبیعت کاری بکنن، میتونن نجات بدن این طبیعت زیبای ایرانو، عاجزانه درخواست دارم هر کاری میتونن انجام بدن، نذارن زمانی برسه، موقعی برسه که بچه های ما بتونن آزادانه تو این فضا بازی کنن. ولی با این روالی که پیش میره فکر کنم تا چند سال آینده جایی برای بازی نباشه. دوستتون دارم.